سلام دوستان عزیز، الحمدلله امروز 28 دکبر ما سفر داریم به خانه خدا. دعاگو باشه در حق ما، چون بنده همه وقت به دعا نیاز داره. ما نیز انشالله در اون جای مقدس هم رسیدیم و در همین جا در حق شما دعاگو هستیم. انشالله پیگیری کنید ویدیو های ما را تا آخر. چخیل میریم، چخیل میایم، شرکت ما چی یعنی زمزم را چی خدمت ها میکنه نشون میدیم. ما چیکار میکنیم؟ همچی یک یاردمچی راه بلد، یعنی که ما رکلام میریم، رکلامش میکنیم. ایسا خیلی نگه که 20 بار شید میره، 30 بار شید یک از کمغل روی کنم. من میفهمم پدر و مادر مرا کنم، یا عمکی مرا کنم، عمه مرا کنم، خاله مرا کنم، نه که میگن نه چه خودت رکلام برا عمکی و خالت رکلام کردن نشا. خوب دوستان ما رکلام میرم، بعد دقت یا بفهمید خدا نگهدار. پیگیری کنید. رفت ساعت چند دقیقه سیامکه داری؟ گوش میکنم. ما مایده انشالله سفر داریم. امروز 28 ریسی اویند 15 چیسلا 15 ما 1200 1400 ریس دیگه انشالله 15 20 جازم. سلام دوستان عزیز، انشالله امروز 28 دکبر از پرواز داریم به طرف خانه خدا و جای مقدس. همراه خود میبرم حاجیارا. ریس دیگه انشالله 15 ینور 15 تا 16 پرواز است. نرخ نو $1200 و $1400 که در 1400 شای بگیریم چی میدرویا؟ خورد و خوراک، خیلی استانی چی میگن، ویزا، راه بلد، سیاحی، گسنیسو همه ده همین میدرویا. یعنی روکی بروک میره میوی با یک خرما و آب و مراجعی که بخوره یا اکیسه خود میخری. $1200 باشه چیکار میکنی برادری عزیز؟ یعنی بخورد و خوراک با اون خاطر از چطور نبگیرید. از شخصا اکثر چون مثلا بخورد و خوراک میرن کمک از خود زیادتر میشه. اونجا اوقات تیزن با اون خاطر ما حرکت میکنیم. اوقات ملی و زکات میکنیم، خلافر میگیم نه اندازه. با اون خاطر شخصانی که مثال میگیم میارن اوقات یک ماده ما میخوام میپرسو و $200 شابراد نمیتیم میگیم برای دبیرو چیز خوردن میگیری خوردن میگیری. اگه همین خیلی با اون خاطر نه 1673 رقمو ऑफिसों में तुने दर मेट्रो लुबनो दा हजामा में ये सुमा बस्पोरे में तुने दर ऑफिसी गलावनी बिगिन प्रास्पेग मीर दागजो दा पेश मस्जिद magazin zamzam market دارم جبی اکه حسن در انتظار شما برای کار با انشالله از میرم نشان میتیم. مکه را مدینه را هم ماشه با دقت تماشا کنید. شخصای معیوب هستی شرایط رفتن نداره، خداوند شفا بده، صبر بده. و همون نوارای من بسیار به هم خاطره که شما تا ببینید بهره بگیرید از همون جاهای مقدس. رحمت خدا پیگیری کنید همه را. اکه حسن جان با پیش خداوند نگهبان شرکت زمزم عمره اومده با شرکت زمزم. انشالله اول پروردگار نصیب کنه گردن مبارک بگردونه. ما صبح سلامت انشالله همراه شما میدان میریم. انشالله همراه شما میریم. الحمدلله کی بعیر شما را دستون بعضی یا بار بعضی شما را بگیم شاید آخرون بار تو باشد، شاید باز نمیشه شما میتونه دراز کنید. بس خواهش میکنم که 10-15 روزه که داریم در این حیات همجا خواهش میکنم از تلفن، از دنیا، از شوهر، از زن فرزند، از همه چیزتون دور. قیامت گناههای گذشته و حرکت دور بگیرید بالای با حیات پیش میآمدگی. ببینید از دیگر خواهش میکنیم که 15 روزه داریم، 10 و 11 روز در جیل در مکه، 4 روز در مدینه. هر یک وقت، هر یک دقیقه ما در شبیزارمه در حالت عبادت. ببینید که در مکه هر یک رکعت نماز 100,000 ثواب نوشته. 100,000. این داره که حیات یک خیمه و حیات 100,000 تومان بگیرید. ببینید که 100,000 ثواب هر یک خیر میگیری 100,000 نمیشه. اما یک نازکی داره که هر یک نازکی در اون میره خورد گناه غیبت میکنی، خدمت میکنی، دزدی میکنی. من 100,000 گناه نوشته. پروردگار میگه که هر یک نصیب مثلا نصیب دیدار خانه خود پیغمبر صلی الله علیه و نصیب دیدار خانه خود بشه. اما حالت طواف میکنی بنده مثل که بیگناه میشه، کل گناهات بخشیده میشوند، کل گناهات مبدل به ثواب میشوند و ان شاء الله مثل که بیگناه خدا کنه که ارشد توی خود در فکر قیامت اگر مطهر و تام باشیم حرکت کنیم گناه نکنیم بیگناه و پیش پروردگار امانت چالش کنیم بکنیم. خواهش میکنم در این 15 روزه که همون جایی هر یک سه که ما میگیم خد چند بار رفتیم
اینجا رهبالت احکامدین هست الحمدلله آدم بهترین است میآموزه فلانی گفت زنی فلانی گفت همسایه گفت هیچ کس گوش نکنید ما حرکت بکنیم اگر هم تاک برامون رو مخصوص تقسیم میکنیم اینجا فشار رو نمیدیم اما اونجا ما خوب نمیدیم اینجا گسی تو شرایط خوبه بیرون گرم است بعد نمیدیم 4 ساعت یا اون نماز پیشین حرکت کنیم انواع بودن در مسجد حرکت کنیم تا آفتیم باز ما رفتیم انشاءالله احکامدین قبول کرد باز یک 8 ساعت بپریم خیر یعنی که خیر با یک ساعت یک بزرگتر است در خیر انشاءالله ما با احرام نمیشیم خواهش بکنیم احراماتون رو روشنایی بگیرید سلانسی تفسکه داشته باشید ریمین داشته باشید روشنایی بگیرید در اونجا لباسا رو میپریم مردها احرام میکنیم اینجا خیر که فرمت مسجد است هم زنانه هم مردها در نیایشو زنها برن طهارت بکنن مردها اگر امکانیت باشه و گرم باشه آوازی میکنیم میپوشیم اگر نباشه طهارت میکنیم میریم حالت بعضی مردمی که زدشکه میشود خواهش میکنم که اونجا که رفتیم مسجدی در اونجا مسجد نتونستیم در سمالیات میپوشیم باستو نیاز میکنیم الا لبک اللهم اکبر بگیم احرام میپوشیم هر احرام میپوشه در گروه فرق میره با دیده انشاءالله میفهمیم مادر عزیز خواهش میکنم همونجا که رفتیم همون یک روز دو روز مثلا یک بار یک صورت گرفته برای یک یادآوری کن از سنش کنید که شما را دور کنید و در عبادت شید آخوانی شید شاید دیگه خداوند نصیب هر یک میلیونر میشناسم که خداوند نصیب دیدار کنه خودش نکرده ولی که همونجا را حتی خداوند نصیب نمیکنه جوی هست که صحابه ها گذاشتن جوی که پیغمبرها عذاب کشیدن جوی هست که از همونجا سرچشمه اسلامی ما است که میبینیم بر چشمه شرکت رفتمپور انشاءالله شما رو میبره به فرودگاه خدمت به فرودگاه که 3 وقت فرودگاه جای خوب مقصد تماشا سیاحی میکنه در مدینه را همچنین روی عبور اگر که بعض محل زواد کرونا دایره میکنیم بعض محل نمیکنیم اونجا میبریم همه جا تماشا میکنیم جایی که جنگ خندق سلمان فارس مقصد خندق خندق همه اونجا را نشان میدیم اما در مکه وقتی سیاحی میکنیم تماشا میکنیم انشاءالله در اتوبوس کوه مقصد اونجا بلند شد جبل نور همدی اما جبل رحمت همه جا را میگردیم تو اما از ته شد کوه رحمت دیگر جایی که پدر حضرت آدم مادر مقوا هست اینطور تو میدان کرد از وقتی اول حیات سر شدن از همون جای بود جرا ما میتونیم بریم پس کرد اون جایی مقصد نور یوش بلند اور خیلی بلند مادرها اگر اینطوری باشه بتونه خود اینکم خیلی برای نتونه خود دوست نتیست نه فرزای نه سنتای نه بودیلای در یک روز برای یک تاریخ بعضی اونمون میرود چه وقت اون در اونجا گذروندن یا ساعت بگرده بودی در گیت خونه خویا رو تر میتونه خوابی حرکت به وقت اون اونجا گذروند مسئله خود و خود کمی با خود و خود که در دسترسی که او در گرفتیم سونگور هموندیم خواهش میکنیم بعد دقت باشیم هر یک حاجی که هست پاسپورت در دمی سونگاش کنن لقاش در دمی سونگاش کنن در یک کمپیوتر 3 کسی 5 کسی 4 کسی تقسیم میکنن کلوتون خرجتون نگردونن همین $100 مایده میکنیم شما بفهمید پاسپورتتون همونه هر یک حاجی پاسپورت شکل میکنن و این معن کردن میشود از فاعت معن کردن اسمش ایسته خودش رسخواد میکنن پاسپورت ایسول خودش میکنن ویزاش ایسول خودش میکنن بعد پروژکتور روان کردن میشود رسیه روان کردن ای مبلغ بتون و اون خود پاسپورتتون احتیاط میکنید اینجا هیچ کس نمیدونسته همونجا که صبح سلامت رفتیم در راه ها میبینیم همونجا هستن میفروشن بسیار ارزونه مهم چیزی ارزونه که بیو نیست وقتی طفل تایجه میکنیم بگو یک کفتر 10 یول 5 یول شرم آخرش از بچه ها هستن اونجا هم دزدی هست اونجا طلبنده ها هستن و قدر امکان مایده کنی بتی بسیار هم نتی اونجا بسیار شتک بسیار شتک طلبنده نیست هرچندی دلیل بسیار نداره و هم خاطر عبادت میکنیم شما را میبریم وقتی که روز رفتیم سنگور تافتیم خدمه طهارت نداری طهارت میکنیم وقت باشد احکامدین حاجی و خصم میگیریم میبرم طواف خونه میکنیم حق رو گرد خونه خدا مثلا در روپروی مقام ابراهیم زیر نماز میکنیم آب زمزم میخوریم بین صفا و مروه حق رو میدویم مادرها میان در گسیسو سرای مباکاشو میبرن در بیرون اونجا دخترها هستن در شب یا مختبرم زن موش سطر است در اون بیرون مورد نبریم مادرها بیا ببرش کنیم در اون خونت نمیره قایچی تکیل بریم وقتی که مردم هستن میگیم میریم انشاءالله چکا میکنیم همجا سر میتروشیم بعد از احرام میبریم احتیاط همچه که همچه وقتی اومدیم احرام بعد شما را نشان میتیم با شما را خدمت 3 وقت رو که میگیم که ای فلان ساعت سالی که باید من نمیدونم ساعت شما ای 7 2 هم
تو سحری ابی ای ساعت یک دو ساعت سه مادر رو تلفن دور ساعت سه اوجن ای ساعت هفت دیگه تو نمیگه همون ساعت دیر کاری برادری میرو مادری عزیز ما ارفود رو محل میشیم و که اکسپت کنیم ساعت رو معین میکنیم گاسیسه رو نشون میدیم این گاسیسه اون خونه خود دور نیست گاسیسه ما 180 متر رو در پشت ساعت گاسیسه با اون خاطر نشون میدیم التماس هر تقدیم شما را ما تماشا میبریم یا کامو رو نمیبریم جای شما گرد خونه خود است البته همه جور شما زیارت همه جور تماشا میبریم همه جور میبریم تو فقط التماس ضروره هر کس گوش نکنید اینجا مسجد حضرت عایشه مجرد مسجد که اگر 5 کیلومتر 6 کیلومتر از طریق علمای همجا میگن باید در اونجا نرای بیای ایتن عمقی کنم ایتن مدر رو کنم اصلا باید چهار طرف مذهب رای ما اصلا بسیار بچه‌ها طایف بیاریم شهر طایف ایسای خدمو یک بار میبریم تو میریم طایف تماشا میکنیم اینجا بزرگ درخت خرید میکنیم که از اونجا گشته اومده باید برگه اصلا عمقی مدر یک نظر میکنیم اگر که ایوس با گشته اومدیم خدمت که 10 برگه میخواییم میتونی شهر طایف 5-6 کس میشه تانیوری تعریف کنیم نمیشه میره گشته میره حضرت عایشه بریم حضرت عایشه مدیان هیچ نیست ما هم خودیم این سور ایسر دور کنیم ما همه ما تماشا میبریم اکامو چیکو کنیم اگر یک توالت هم میشکنه یک در این مملکت جزیره یک لفی رو اونجا هر مملکت یک چیز میشه شومی خبر از کنیم بگو اکادیوم همجای من خطوبیه یا اسلام یا کاملتا علیه من شما می همراه هم کنم کوی هم که مسئول هم که شما را یوتون سوال میشه هر یک چیزی نفهمیده باشه ای پیش خود هر کار نکنید رویش هر یک خوب یکم سوالو باشم مدارای عزیز من الان شما مدارا هیچ فقط همون یا تر یوتور دوجه نمیپوشیم یا یوتور میپریم سوی که دقت جلب کننده نباشه سوی که دوجه جلب کننده ابی چی باران نیست نه یکی من برای مادری از من سه سوال مادر از جواب من بود یکم سوال که فارغ باشه شما را گوش کنه بعد دوباره دیگر البته بله همه شب پیش تو خودم میگم ان شاء الله برادر شما رو با وجود درباره شرکت چی گفتن یه بچه‌ها ان شاء الله سفر داریم دوگو باشیم بسم الله مایده چیکار کنیم به خونه خدا میریم در حق ما دوگو باشیم گرچند ما خونه خدا جای مقدس میریم اما با دعای شما پدران و مادران همشهران عزیز چیکار کنیم میگن که همین شرکت هم میگن درباره همین شرکت یعنی که میگن که همین شرکت با پول میگن که همین شرکت میگن با پول کلیت چیش دیگه او هم گپ حقیقت داره نداره پول کلیت پول مسجد و پول مسجد میگن همین شرکت ساخته شده شرکت یعنی که ای اکای حسن شرکت زمزم که آفیس قرار داره در چی در پراسپکت میر همچو برادرها با ما پیشنهاد کردن یعنی همکاری یعنی برای رکلام ما از برای خدا رفتیم رکلام کنیم طولی 1.5 سال شد یک مقصد الحمدلله همکاری داریم سفرور میکنیم بعضی محل روی میکنن رکلامشون این شرکت پدری من نه مادر من نه یک خیلی برادران مثلا ای پول مسجد میگن همین ساخته شده همین شرکت حقیقت داره نداره شرکت چه پول مسجد سود میشه همیان ندیدم این سفرم اتقوا الله از خدا بترسید خیلی رو به شما هم خیلی تلفن هیچ لا باجون ها دوستان عزیز اینجا کایر است یعنی که ایرپورت کایر جایی که مقصد چیکار میکنن میای میفروی احرام میپوشی یا جای دوشی مردانه داره و زنانه داره کامیرا و غیرشیان
یعنی که اومد انشالله بیاد همینجا فرمت علش کنیم جورا که خیلی باشه مایده مایده انشالله از کیر پرواز میکنیم به طرف جیده اما خطر میبینیم اگر وقت باشه مثل همیشه همینطور دوش مردها دوش میکنن احرام ادیبت میکنن زنها طهارت میکنن اگر خنک باشه میتونه که ورزی نکنه خطر خنک کنن نزند انشالله سفر میکنیم مایده مایده از یه به طرف گیجو به طرف جیده انشالله یعنی جیده میفریم بعد در اتوبوس یه ساعتی که با مکه میریم ریسی ما MS 673 است انشالله از اینجا بود ساعت پرواز میکنیم مکوز یا 2 ساعت در جدت میکنیم با اون کردستان مسئله چی گام میزنیم ریس ها آفیس ما در مترو پراسپکت میر زمزم عمره زمزم مارکت مغازین و در جای حجامه بواجه میتونی بری انشالله رقمایی که میبینی 915 442 1673 نمره که اصلا و همه سوالو جواب میگن انشالله گریب شدیم بعد گریب دیجا توخل دارمی الحمدلله حق مدعاگو باشه در حق شما نیز دعاگو هستیم ویدیو را تو خیلی چی کنیم پلنی نظارت کنیم تماشا کنیم و چی خیلی انشالله ساخت سلامت میریم
حاجی بعد یعنی تندر شده اگه علی شیره ختیم حاجی تندر زاست با فیلم انشالله که سازن دختر در کار تندر زاشو بهشان نمیدونم اگه زندان مردان بهشان وابشه ندارن او با اون او بکره ساز او بکره وابشه بهشان هش ندارن حاجی اگون میده پیدا جا سیواز اگون نمر نداریم اگون سروی میکنم جاک و اگون زنگ میزده حاجی دوستان عزیز امروز جمعه هستی خیلی آدم بسیاره خیلی بین صفا و مروه آدم ابی تشکر گشتیم همجا انتظاریم انشالله آدم همون بیان بعد میدان میریم انشالله